سه نفر جوان با گمان صادر کردن جنایت دزدی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جلال‌الدین بلخی بازداشت گردیدند. دستگیر شدگان در دو حالت دزدی چاروای ساکنان ناحیه مذکور گمانبر دانسته می‌شوند. همچنین کارمندان میلیسیای ناحیه جلال‌الدین بلخی راننده را بازداشت کردند که پیاده‌گرد را پخش نموده جای رساندن یاری اولین فرار نموده است. همکارمان آفاق قادریان این دو جنایت را شرح می‌دهد. سانه 8 اپریل سال روان تخمینا ساعت‌های 00:50 دقیقه راننده автомашین نامعلوم هنگام حرکت کردن از سمت شهر باختر به سمت ناحیه بلخی در حدود دهه نوروز از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گرد سعدالله‌یف بهرام سال تولدش 1979 ساکن ناحیه جلال‌الدین بلخی را پخش نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه سعدالله‌یف بهرام جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری می‌گردد. هنگامی گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بلخی راننده автомашین تمغه آپل اسرا رقم قید دولتیش 7556 RK 01 کولیلوف دولت خوجه سال تولدش 1981 ساکن ناحیه قبادیان دهه اخجر دستگیر کرده شد. از طرف قرغانتپه به طرف قبادیان حرکت می‌کرد. نخست در طرف دست راست شهروند بود. من وای نکردم. نخست بر طرف راست برخورد. من از ترس نایستادم. رفتم. بعد 6 روز 7 روز کارمندان میلیسی من دستگیر کردن. از من باید در همون حالت کمک یاری را میرساندم. ولی از ترس نتونستم. گریختم. وزیر به کرده خود پشیمانم. اینچنین در اساس عریضه ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن چارواهایشان گروه فوری و جستجویی تأسیس داده شده در یک مدتی کوتاه 3 نفر از ساکنان ناحیه مذکور را همچون گمانبر دستگیر نمودند. اینها ضیایف یعقوب سال تولدش 1998 خال مرادف آیبک سال تولدش 1990 و حکیمزاده احمد جان سال تولدش 1994 می باشند. این 3 نفر با مسئولیت پیشکی شبانه از چراگاه‌ها و منزل‌های استقامتی شهروندان چارواهای میده ساکنان از قبیله گوسفندان را به یغما برده به شهروندان ضرری کلان مادی رسانیدند. نسبت گمانبران در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جلال‌الدین بلخی پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.